15 اکتبر سال 2021 در دایره لایحه 30 سالی مناسبت‌های دوستی آمریکا و تاجیکستان، سخنگوی سفارت آمریکا در تاجیکستان شفالی اگروال به ناحیه رشت سفر کرد. شفالی اگروال از کارخانه‌هایی که برنامه یوساید در تاجیکستان دستگیری کرده است، به مثال مرکز آمریکایی، کارخانه دوزندگی، شعبه میلیتسیا دیدن کرده با آنها صحبت‌ها انجام داد. من جمله دستاندرکاران لایحه در مورد کمک یوساید چنین گفتند: ما خیلی خوشحال هستیم که هم خیلی کاشانه حسن تیار کردگیان وقتی ضروری میبینیم کارمون بود میشود. از این پیشتر از گویاگون کاشانه حسن دیگر استفاده میکرده؟ نه نبود. پیشتر نبود؟ نه نبود. نه شده. خیلی خرسند هستیم که هم خیلی چیزا شده در ناحیه رشت در جای ما استفاده میبریم این کارخانه چیزاش. میانداری خود را به یوساید میرسانیم که هم خیلی فاندو هسته که ما در گذران ما همین چیزا تیار کردن استفاده میبریم. زندگی شما رو مثلا تا کجا آسان نمود همین تأسیس کاشانه حسن؟ به حد آسان نمونده که روزای ضروری مثال میریم کارمان بود میشود استفاده میبریم این چیزاشون.